O'zbekiston kamash mo'n. Ba fikrim در 4-5% دیگر مون که ما باید بحث کنیم، بحث طلب هستن. این مسئله و گرانیچه رو این مسئله رو حل میکنیم. با قرقیزستان بسیار در اینجا پروسسی برای چی بسیار در؟ برای اون که قرقیزستان بسیار انقلاب ها رو سرگذران با کی گپ زنیم؟ مثلا حکومت دوم و دیگر میشود و غیره و غیره. یعنی که فاکتور سوبیکتیوی نیست در این هست. میفهمید؟ وقتی که در مرکز به سر سامانی است یک حکمرانی نیست و غیره و یا اینکه یگان پرینسیپوی دموکراسی حکمرانی نیست که مسئولین نیست که با اون گپ زدن شود در منطقه ها انا مختاری پیدا می شود. هر کس به طور خود این مسئله را میخواهد حل کند و وقتی که این پروسس این خیلی سر داده می شود مسئله اقتصادی، مسئله زراعتی خودجگی قشلاق که بین این قشلاق و بین این نوعه ها می پیوندد خاطر سیاسی، خاطر مناقشه‌ای، خاطر جنگی میگیرد و در این چارچوبه انا کشاکش با کشاکش سرحدی حربی میتواند مبادل شود. این مشکلی است. ما در تاجیکستان دوم آماده هستیم و ما هیچ گونه نمیخواهیم با خلق برادر قرقیز سربسر شویم و یگان خودشون نتیجه یگان کارهای بچه خلق برادر قرقیز دوم ما سیاست یگانه داریم، ما منفعت های استراتژی یگانه داریم از جهتی اگر که رشد استراتژی گیریم و هیچ گاه ما نمیتوانیم با یکدیگر دشمن شویم و رقابت کنیم در این مورد. لیکن این مسئله ها وقت رو طلب میکنه.